امروز مسلمان خبر شده که فلانی پشت دختر فلانی خواستگار رفته، تماسا برقرار است، اگر دادی دیگه قطع ارتباط است از ما شما. اسیانیز باباز بلند میشه میگه بیادرزادهش اینجا مانده، خوارزادهش اینجا مانده، ما با بیگانه ها نمیتیم. این بیگانه کی است؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این بیگانه امیرم میخوانه. چقدر ما فرق کردیم. یک سوال از پیشت بکنم، کسی را که خدا آبرویش حفظ بکنه کل عالم یک جا جمع شود میتونه آبروی او را بریزانه؟ کسی را که خدا از گزند زمین و آسمان حفظ بکنه کل عالم یک جا جمع شود صدمه به او رسانده میتونه؟ خب وقتی که به این باور هستی پشت این آن نگرد، خود غمگین نکو، خود دلخور نکو، شبها با کینه نخواب، شبها با حسادت ها نخواب، شبها با انتقام نخواب. امروز خیلی ها میرن در بستر با کینه میخوابن، با کینه بیدار میشن. به حج بیت الله رفتن با کینه آمدن، با کینه. و باورم دارن که اگر خدا نخواهد هیچ اتفاق نمیفته. با آواز بلند بگوین عزت کی میته؟ الله. کی میته؟ الله. کسی را که ذلیل میگردانه کی میگردانه؟ پس نگران چی هستی؟ او را راضی بگردان، او را رفیق بگردان، با او آشتی بکن، با او صلح بکن، دیگه غم دنیا را نداشته باش، فکر کسی را نداشته باش. بیرون شو ای غم از سینه که بوی یار می آید، برو تو ای غم برو گم شو که آن دلدار می آید. نخواهم یار را شادی که از شادی گذشت است او، مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید. او کسی که با پروردگار خود رفیق است، بیرون شو ای غم از سینه که بوی یار می آید. غم او را نمیشناسد. خب آمدیم سر اصل موضوع، حقوقی که لازمه برادری اسلامی است امروز کجاست؟ یکیش گفته بودم، کدام بود؟ هفته ای که گذشت یکیش گفته بودم، هر چیزی را که برای خود میپسندی برای برادر مسلمان خود هم بپسند. چرا یاد ما میره؟ یک کسی میره جواب میگه چرا یاد ما رفته؟ چرا؟ غم دنیا، چرا غم فقر و نان و ثروت و مکنت و قدرت، چرا غم شهوت و عشق؟ یاد ما میرود چون مهمش نمیدانیم، قیمتیش نمیدانیم، با ارزشش نمیدانیم. سخن خوش ما میآید ولی زود فراموشش میکنیم. حقوقی که لازمه برادری اسلامی است امروز کجاست؟ این خیلی قیمت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یؤمن احدکم. این چه جمله تکان دهنده است؟ لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد که از شما حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حدیث هم حدیث امام بخاری است. ایمان کامل ندارد اون انسانی که چیزی را برای خود دوست دارد برای برادر مسلمان خود دوست نداشته باشد. من مثالایش گفتم، سر زوق نمیپیچم. یک کله پاچه را خانه یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم آوردن. فقیر بود این مرد که به خانهش کله پاچه آمده بود، فقیر بود. وقتی که به خانهش آمد دهن دروازه او کسی که آورده بود برش گفت که من خو خیلی نیازمند هستم، اما این همسایه ما که در پهلویم است از ما کده نیازش خیلی بیشتر است، به این ببریم. این را بردن به همسایه. همسایه در را باز کرد گفت من نیاز دارم، ولی همسایه‌ای که در پهلویم است اما نیازمندتر است. 7 خانه را گردش میکنه. چند خانه را؟ 7 خانه را گردش میکنه، پس این کله پاچه به خانه اول برمیگرده. سبحان الله. چی ایمان داشتن، چی اخوت داشتن، چی برادری داشتن. ابو دردا ورق نوشته میکند به سلمان، او در سرزمین شام است. بر سلمان میگه سلمان برادرم، اخوت برادری داشتن در بین خودش، خیلی که دیگر رو دوست داشتن. این مثالش براتون میگم.
ما دوستیشانه و برادریشانه بگویم. سلمان فارسی یه عمر دراز در پی هدایت گشت، شهر به شهر، کشور به کشور، از ایران رفت به عراق، از عراق رفت به سرزمین شام. تمام کسایی که درباره هدایت حرف میزدن پیش مسیحی میرفت، پیش یهودی میرفت تا به هدایت برسه، هدایت پیدا بکنه. عمر طویل و دراز هم داشت. علما گفتن 250 سال، بعضی از هم بیشتر گفتنش. تا ای که آدرس محمد امین صلی الله علیه و سلم را برش دادن، پیامبر به پیامبری مبعوث شده. کسی برش گفت در این نخلستان که مدینه است یک کسی مدعی نبوت است، اسمش محمد است صلی الله علیه و سلم. تا ای که آمد وقتی به ملاقات نبی می رود، رسول صلی الله علیه و سلم را ملاقات میکند. فردای آن روز میآید میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. 250 سال در جستجوی هدایت تا ای که او را پیدا میکنه به پیش رسول صلی الله علیه و سلم. چه خوب معلم شده بود، به یک دیدن شناخت. این زن نگرفته بود. ابو دردا وقت ازدواج کرده بود. حضرت سلمان پالید که یک دختر مناسبش پیدا شده. یک دختر را پیدا کرد در یک قبیله، خواست که او را کسی را به خواستگاری روان کنه. ابو دردا را گفت تو برادرم هستی، تو برادرم هستی، ما یک کسی را منتخب کردیم. اینجا ببین فرق را که از کجا تا به کجاست. فرق ببین که از کجا تا به کجاست. امروز عاشقای امروزی، مسلمانهای امروزی، دو تا کاکا، دو تا برادرزاده در بین خودشون سلمان و ابو دردا را هم ببین. گفت تو رفیق من هستی، تو دوست من هستی، پیوند مواخات و برادری بین ما و تو برقرار شده، تو را روان میکنم به خواستگاری. خوب است. گفت خودم نمیرم به خاطری که پیر هستم، میشرمم که پشت دختر خواستگاری برم. یک مقدار سنم بالا رفته. ابو دردا می آید خواستگاری این دختر. پدر دختر با ابو دردا ملاقات میکنه، میگه برای چی آمدی؟ میگه خواستگاری آمدم. برای کی؟ به سلمان. میگه من از سلمان خوشم نمیآید، دختر خود به تو میدم، دختر خود به تو میدم. ابو دردا گفت ممکن نیست، من از سلمان فرستادم، من سر خواستگاری برادر خود خواستگاری نمی کنم. امروز مسلمان خبر شده که فلانی پشت دختر فلانی خواستگار رفته، تماسا برقرار است. اگر دادی دیگه قطع ارتباط است از ما شما. اسیانیز باباز بلند میشه میگه بیادرزادهش اینجا مانده، خوارزادهش اینجا مانده، ما با بیگانه ها نمیتیم. این بیگانه کی است؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این بیگانه میره میخوانه. چقدر ما فرق کردیم. گفت من سر خواستگاری برادر خود خواستگاری نمیکنم. گفت من با سلمان دختر نمیتونم، دختر خود را به تو میتونم. هر قسم میشه. تو را به رب کعبه قسم که برو پیش سلمان این حرف بزن. ابو دردا می آید. انتخاب کی کرده بود؟ سلمان. برای خودش انتخاب کرده. ابو دردا آمد، سلمان آمد پیشش، گفت برادر رفتی؟ گفت بله رفتم. چی گفت؟ سکوت. چی گفت؟ گفت می شرمم. گفت حرف بزن. چی گفت؟ گفت که دختر را به سلمان نمیدم، دختر را به تو میدم. گفت من هرگز میلان به قلبم به او پیدا نشده. سلمان یک تبسم میکند به سمت ابو دردا، میگه برادر ما مصداق این آیه هستیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. اوصاف اهل بهشت. اهل بهشت الله میگه ما کینه ها را از سینه هایشون بیرون میکنیم، اینها رو بروی هم در کرسی ها در بهشت نشسته هستند برادروار. کینه در قلبشان نیست، حسادت نیست. سلمان گفت ما مصداق همین آیه هستیم، نگران نباش، او دختر مال توست، تو رفته بگیر، تو رفته بگیر، هیچ حرف ندارم من. وقتی که به من نمیته نمیشه که به جبر باید گرفت، ولی من نمیگذارم تا اون دختر رو تو نگیری. سبحان الله. میبینیم یک نمونهش امروز هست. یکی از این نمونه رو ما امروز نداریم. همین ابو دردا از
سرزمین شام ورق نوشته میکنه، به سلمان میگه بیا در سرزمین شام که اینجا من مال زیادم کمایی کردیم، اولادای زیادم دارم. سلمان برش نوشته میکنه یا اخی لیس الخیر بکثرت المال والاولاد. ای برادر من، خیر در این دنیا و خیر در آخرت به کثرت مال نیست، که هر که مال زیاد داشته باشد پیش خدا عزیز باشه، و به کثرت اولاد هم نیست، ولکن مال به کثرت حلم است. حلم پیدا کنی. حلم همیست که تو متکبر نباشی، حلم همیست که حقوق مردم را پامال نکنی، حلم همیست که تواضع و شکستگی و بردباری و فروتنی و عاجزی داشته باشی. گفت این خیر رئی است برادر من. باز میگه که به ابو دردا میگه ای ابو دردا اعبد الله کانک تراه، خدا را قسم عبادت بکن مثل ای که خدا را میبینی. تو خدا را قسم عبادت بکن مثل که تو الله را میبینی. اگر ما تو الله را ببینیم چرا کم عبادتش میکنیم؟ این قسم الله را عبادت بکن مثل که الله را میبینی. بعد فرمود وعد نفسک من اهل القبور، ای برادر من ابو دردا خود را از مردگان بشمار که امروز و فردا اسرائیل به سمتت میآید. این نصیحت دو تا برادر به یک دیگرش. با چی اخوت و برادری، با چی محبته؟ این سلمان است. پس والله لا، پیامبر فرمود لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. تمام شد. آمدیم. حقوق که لازمه برادری اسلامی است امروز کجاست؟ دوم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. این کی میگه؟ پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم. سعی کو خوب دقت کو به این الفاظ حدیث. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. هم در بخاری حدیث موجود است، هم در مسلم موجود است، هم در دیگه کتاب حدیث موجود است. محدثین حضرات میگه 233 مرتبه در صغایر حدیث این حدیث تکرار آمده. 233 مرتبه در ذخایر حدیث این حدیث تکرار آمده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان همی است که مسلمان از زبان و دستش در امان باشه و اذیت نشه. آیه‌ای که اول خواندم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اونهایی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را اذیت میکنند بدون که اونها گناهی مرتکب شده باشند، اینها بار بزرگ بهتان و تهمت و گناه آشکار را به سر شانه خود حمل میکنند. این را آیه میگه. اینمی آیه را تو را به خدا قسم، اینمی آیه را ببر در زندگی خودت و اینمی حدیث را ببر در زندگی خودت. از زن شروع کو که چقدر آزار و اذیت از دست ما میشن. از پسر شروع کو، از دختر شروع کو، از برادر شروع کو، از پدر و مادر شروع بکن. امین آیه و امین حدیث روز قیامت اگر تجسم پیدا کند در برابر ما قرار بگیره جواب آیه و حدیث را چی داریم ما؟ پس مسلمانی تنها در چی نبوده؟ در نماز خواندن نبوده. خیلی ها شکایتشون میآید، تماس با ما میگیرن جناب مولانا شوهرم نماز جمعهش پیش شما ترک نیست، گریه هم میکنه ولی قسم با ما رفتار میکنه که یک انسان با حیوان هم رفتار نمیکنه. هزار تا عیب با ما میگه. مادر با ما تماس کشیده گفت جناب مولانا پسر من پیش شماست روز جمعه، اما با مادرش که من هستم قسم رفتار میکنه که با حیوان کسی تو رفتار نمیکنه. چرا مسلمانی را ما خلاصه کردیم به 5 وقت نماز، مسلمانی به یک جمعه، مسلمانی در یک مجلس ذکر، مسلمانی در یک 3 روز تبلیغ. نه عزیز من، اینجا پیامبر چی میگه؟ یک بار با آواز بلند بگو صلی الله علیه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. نمونه کار داریم. الکبائر امام ذهبی
درباره اذیت همسایه میاره که گناه کبیره است. گناه چی است؟ گناه کبیره است اذیت همسایه. حتی صدای دیگ اگر بلند میشه که همسایه اذیت شده، گناه کبیره مرتکب شدی، ولو که قرآن خواندن باش. تو قسم آواز دیگ خود را بلند کردی که همسایه خواب نداره، فرزند همسایه خواب نداره، قرآن گذاشتی، سخنرانی یک عالم را ماندی، باز هم همسایه را اذیت کردی. باید شناخته بشود. امام شمس الدین ذهبی در الکبائر می آورد سهل ابن عبدالله تستری رحمه الله یکی از اولیاء و یکی از ستارگان اولیاء بود. او میگه همسایه داشت مجوسی آتش پرسته، میگه زیبی بود، خودش آتش پرست. این همسایش بیت الخلا و همون بدرفش در پالی خانه های عبدالله ابن سهل تستری قرار داشت. از بدرف و بیت الخلا سوراخ شده بود که این مجوسی خبر نبود در داخل خانه سهل ابن عبدالله تستری. میگه برش خبر داد زنش که از خانه همسایه از این بدرفش یک سوراخ شده، نجاست داخل خانه ما میآید. میگه حضرت سهل ابن عبدالله تشت میگرفت، روز میرفت دوج دم زیر سوراخ میمان. این تا شام پر میشد نجاست. بازی وقت تاریکی شب می بود میرفت ایره دور خالی میکرد، دور از چشم مردم. زمان طویل به همین قسم ادامه پیدا کرد تا ای که سهل ابن عبدالله تستری در شرف مرگ در بستر مریضی خوابید. حالا احساس کرد که دنیا را ودا میکند، همسایه‌اش فراخواند. برش دو همسایه گرامی داخل میخانه یک داخل شد. وقتی داخل خانه داخل شد، همسایه دماغ خود گرفته بسیار به سرعت از خانه بیرون شد. گفتی چه وضعیت است؟ این بوی؟ گفتی از کجا است؟ گفتی از بدرف ماست. گفتی بسیار وقت شده، ماها میگذرد، اما به خاطری که درباره همسایه آنقدر رسول خدا میگه جبریل امین تاکید کرد که من به این باور شدم، من گمان کردم که همسایه از همسایه میراث میبره. همسایه از همسایه میراث میبره. والله پیامبر میگه لا یؤمن احدکم یا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره به همسایه خود اذیت نمیرسونه. گفت یه حدیث رسول خدا مانع شد که من تو را خبر بکنم نشود که تو اذیت شوی. گفتی ما کار انجام دادم، الان تو رو چرا خبر کردم؟ به خاطر که بعد از من شاید اخلاق خانواده من این تحمل کرده نتوانه او وقت تو را آزار و اذیت برسانه. میگه این مجوسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت فدای این اخلاق، فدای این دین شوم که چونین پیروان داره. به حد شعار نیست، دین اسلام دین عمل است. ما امروز عمل نکردیم که نمیفهم مزه دین را. باور بکنید اوجا در حج بیت الله ما رفتیم در مطاف، در طواف، در وقت طواف کردن حالات را بعض مردم من مشاهده کردم اونجا، کارهای عجیب و غریب. عکس سلفی گرفتن در پیش بیت الله، خانه الله. آنقدر غافلن، آنقدر ناآگاهن، آنقدر غرق در دنیا شدن، نمیفهمن کجا قدم گذاشتن. دوستان خدا وقتی مکه رو میبیند غرق در اشک میشود. او وقتی مرقد نبی علیه السلام گنبد اخضر رو میبیند غرق میشود، تمام وجودش اشک میریزاند. حتی محمد قاسم نانوتایی رحمت الله علیه وقتی وارد مدینه میشد از سر مرکب خود پایین میانداخت، میگه دوان دوان پای پیاده میرفت. امام مالک در مدینه با مرکب سوار نشده. پرسان کردن چرا؟ گفت من نمیفهمم که جاهای قدم رسول صلی الله علیه و سلم کجا هست، من حیایم میآید که با مرکب اجرا برم. سبحان الله. این نمونه اطاعت، نمونه محبت، نمونه علاقه به رسول صلی الله علیه و سلم در سلف بوده. امروز برویم پیش مرقد نبی علیه السلام، ما ده ها تا دیدیم گوشه در دستشون، تو روی خود به طرف مرقد میگیرن، سلفی عکس میگیرن، خبرم نیستن کجا آمدن.
از 1000 حاجی پرسان بکن، اونجا که رفتی سنت است که باید بگوی السلام علیک یا رسول الله، سلام باید بفرستی به پیامبر. یادش رفته سلام چی؟ ببین عزیز دل، باور بکنین که من امروز گفتم خدا به ما رحم بکنه، الله به ما رحم بکنه، ولی ناامید نشین که خیمه خلاص هستیم. نه، خلاص نیستیم. همین الان از همین لحظه کمر بسته بکن، فردا ولی الله میشه. بگو الله اکبر، فردا ولی الله میشه.